حضرت سلیمان علیه السلام همه روزه در ساعت معین عرض و داد مردم را می شنید و برایشان کمک می کرد. روزی در چنین یک لحظه وقتی که مردی کمبغل در حضور او نشسته بود و عرض حال می کرد، مردی بزرگواری داخل حجره شد و دور و دراز به این مرد فقیر نگاه کرد. نگاه او چنان آزمایشکارانه و جدی بود که ترسی به دل مرد فقیر انداخت و او آهسته پیچ راست زنان از حضرت سلیمان پرسید: ای پیامبر خدا، این کیست که اینقدر بدقهرانه به من می نگرد؟ سلیمان علیه السلام جواب داد: این عزرائیل علیه السلام است که به مهمانی من آمده است. با شنیدن نام عزرائیل لرزه بر اندام مرد فقیر افتاد و او ترسان و لرزان از حضرت سلیمان خواهش کرد: ای پیامبر خدا، من حس کردم که نگاه او خیلی غضب‌آلود است. این نگاه میتواند کس را سوخته خاکستر کند. من میدانم که خداوند به تو قدرت داده که تمام موجودات عالم به تو گوش میکنند. التجا میکنم به باد بفرما تا مرا دورتر از این مکان به هندوستان ببرد تا از عزرائیل دورتر باشم و آسوده باشم. حضرت سلیمان را دل به حال مرد سوخت و باد را فرمایش داد که این مرد را به هندوستان ببرد و باد این مرد را به کوهی که در هندوستان بود برد و آنجا گذاشت. پس از این حضرت سلیمان علیه السلام از عزرائیل علیه السلام پرسان شد: چرا تو نگاه پرقهری به این مرد فقیر کردی و او را ترساندی؟ عزرائیل علیه السلام جواب داد: ای پیامبر خدا، نگاه من به این مرد هیچ وقت از سر قهر نبود، بلکه نگاه من حیرت زده بود، زیرا او اینجا پیش تو نشسته است، اما از الله به من فرمایش شد تا جان او را در هندوستان بگیرم. من حیرت زده بودم که چگونه میتوانم جان او را در هندوستان بگیرم وقتی که او فرسخها دور از هند است و پیش تو نشسته است. اما وقتی که او از تو خواهش کرد تا کمک بکنی و او را به هندوستان ببری، به من این همه اسرار عیان شد. بیهوده نیست که در قرآن عظیم الشأن آمده: فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یعنی چون وقت مرگ در رسید آن را نمیتوان لحظه دور و یا نزدیک کرد. سوره نخل.